طالبان در هرات به زنان هشدار دادند که اگر پوشش اجباری مورد نظر این گروه را رعایت نکنند بازداشت و زندانی خواهند شد. اداره امر به معروف طالبان با نشر اطلاعیه گفته که زنان با چهره نمایان و آرایش نباید به اماکن عمومی بروند. این اطلاعیه مردان خانواده را نیز مسئول پوشش زنان دانسته و برای آنان نقش نظارتی قائل شده. اداره امر به معروف طالبان در هرات هشدار داده زنانی که دستور حجاب اجباری را رعایت نکنند بازداشت و به زندان منتقل می شوند. در سراسر این اطلاعیه به زنان هشدار داده شده که بدون رعایت حجاب اجباری مورد نظر طالبان سبب فتنه خواهند شد و وارد بهشت نمی شوند. در این دستور به نقش و اختیارات مردان خانواده در کنترل پوشش زنان حتی در درون خانه تاکید شده. همچنین به فرمان هبت الله آخوندزاده اشاره شده که اگر زنان و دختران مأمورین و منصوبین رژیم طالبان حجاب را رعایت نکنند وظایفشان تعلیق می شود.